ابو طلحه گفتگی صحابه روایت میکنه میگه روز ما شکایت کردیم از رسول الله گشنگی ای رسول الله گشنیم هممون اشکما گشنه گفته وقتی همین قدر گشنه بودن در اشکماشون سنگ بسته بودن در اشکماشون سنگ میبستن ابو طلحه میگه اشکما ما رونش کردیم یک سنگ در اشکما بستگی این شکایت به کی میکنن بر رسول الله آیا رسول الله اشکم تو سیر بود آیا رسول الله در درونی مرسدس بودن که اینها شده بودن خلق گوش نبود آیا رسول الله در درونی قدرگیر شد تلک ها حارس ها و قدرها دیگر چی حیرواش گوش نبودن اومده بوده رسول الله گوش نه اشکما ما گوش نه سنگ بستیم در اشکما همین طور بود از حساب مالهاشون استفاده برده خودشون اشکمشون سیر کرده به قبل گشته بودن عجیبی را گوش کنید بینید عجیب چی شد رسول الله اشکمی مبارکه رسول الله اشکمی مبارکه برداشتن که تشنگ بستیم این عجیبه این حال بهترین مخلوق است که صحابه ها شکایت میکنند میگن که ما در اشکما سنگ بستیم رسول الله دو سنگ بستیم در اشکما نگو که ای صحابه شما گشنه باشین من از شما بستر گشنه لیکن صبر کردن در کن این حال صحابه این حال محمد صلی الله علیه و سلم است این طرز هست بود اگر کوه ها و زمین ها را بخواست برایت نامیدونند لیکن با اشکی همش گوش نمیگن